هموطن عزیز خوش آمدید. در قدم نخست این که اگر دین شما دین خوب موجه باشه، شما نیاز به چی دارید؟ نیاز به این دارین که دو تا دلیل هم بیارین در کنارش. چون امروز دنیا استدلال از دنیای شمشیر و زورگویی و عمربازی و علیبازی و ابوبکر بازی تمام شده. درست است؟ امروز شما نمیتونین با زور دینتان را بالای کس تطبیق کنید. وقت زور گذشته. امروز یگانه چیزی که دینتون را زنده نگه می‌داره زبانتان است، استدلالتان هست. با استدلال میتونین به مردم بفهمونین که اسلام دین برحق است. پس ما به این خاطر شما را دعوت میکنیم که بیاین استدلال کنید. خب شما میگید دلایل بیارین که اسلام ناموجه است. شما برای شناخت اسلام که برایتان معرفی کنه موجه است یا ناموجه، دو چیز دارین: قرآن و سنت. از قرآن براتون دلیل بیارم یا از سنت براتون دلیل بیارم به میل خودتون؟ ما یک سوال دارم از خودت کاوش عزیز. در کجای قرآن آمده که یک مسلمان بخیر نه یک کافر بخیر و زور مسلمان کو؟ این در کجای قرآن آمده شما گفته رسین؟ شما این که از همین سوالت رفت. بسیار خوب. باز که سوره فتح های 16 را همین سوال آمده، یعنی همین جواب بزرگ گفته مسلمان کو. سوره فتح آیه 16 دارین قرآن نزدتان نشستین؟ خب شما موضوع دیگر رو بگوین. شما گفتین چی گفتین تا چند دقیقه پیش؟ کفایت نمیکنه، یعنی خدایتان وقتی میگه بزور مسلمان کنی، کفایت نمیکنه که شما بدونین اسلام چی دینی است؟ نه خیر، ما چرا بزور کسی نمازور؟ اسلام یک دین آزاد است برادر عزیز. قرآن فرمان داده. ها؟ قرآن چرا فرمان داده؟ بیار ما یارا خودت بیارم ببینم نگاه کنم. بیار. در خانه نیستی، خانه مردم مهمان هستی، آورده نمیتونی؟ بفرمایید نام خود من اینجا هست. قرآن رقم میاره شاید قرآن یهودی باشه. نه خیر برادر عزیز، سواهی نکن لطفا. درست است؟ نیست گفتم قرآن رقم میاره نگویی که اسرائیلیات هست. کدام سوره گفتم من وطن گلم؟ آیه 16 سوره فتح. به ترجمه فارسی: پناه میبریم از شر شیطان رانده شده به خدای مهربان. خب به اعرابی که از جنگ باز نهاده شدند بگو اگر به حقیقت قصد متابعت دارید به زودی برای جنگ با قوم شجاع و نیرومند فارس و روم دعوت می شوید. با آنها یا جنگ، ببین عزیز من، با آنها یا جنگ و مبارزه کنید یا آن که مسلمان شوند. این چی است هموطن گل من در قرآن؟ سبحان الذی. چرا دینتان باید با بالای فارس روم به زور شمشیر عرب تطبیق شود؟ شما که لا اکراه فی الدین داشتین یک زمانی، اگر به یاد داشته باشم من. یا این آیت از اسرائیلیات می باشد، ضعیف می باشد؟ هموطن گل گرامی، چرا باید چنین شود و چنان باشد؟ عزیز من و دوست بعدی پویا گل، ایشان را به تفکر وادار کردیم. وظیفه ما اینمی است، دیگه وظیفه ما نداریم.